من میرم به سال 2048 تا آینده رو بهت نشون بدم. اون چیزی که برای اسرائیل و فلسطین تصور میکنم. سال 2048 راکت پرتاب نمیکنن، ماهواره پرتاب میکنن، تونل نمیزنن، هتل میسازن. برای اولین بار بعد از نسل‌ها مردم به صلح فرصت میدن بین اسرائیل و فلسطین. این قبلا یه رویا بود، حالا واقعیت شده، امضا شده و دنیا به رسمیت شناخته. حتی پاپ گریه کرد. خیلی خوبه، خیلی خیلی خوبه. بالاخره دو کشور برای دو ملت. بعد کشورهای بیشتری پیوستن: لبنان، عربستان سعودی، سوریه، یمن و ایران. خیلی طول کشید ولی شد. گردشگرای مسلمان بلیت میخرن، میان برای دویدن توی تل‌آویو، نماز توی مسجد الاقصی میخونن، توی هتل‌های غزه میمونن. یهودی‌ها و مسلمان‌ها با هم ازدواج میکنن، مامانا هم تایید میکنن. خب حداقل بچه‌ها یهودی میشن، نه؟ موساد دیگه کسب و کاری نداره، پس یه موزه باز میکنه. این وسایل سالها پیش استفاده میشد، الان دیگه کسی لازم نداره. با این حال اعتراضها هنوز هست. این اون چیزی نیست که ما میخوایم. این صلح نیست، دوام نمیاره، کوچکتر و بی‌ربط‌تر از همیشه. توی 2048 زمین عوض نشد، آدما عوض شدن. میخوای یکم؟ مرسی. شبیه رویاست، فقط با هوش مصنوعی میشه تصورش کرد، ولی خودش خود به خود اتفاق نمیفته. باید بشه. یادت باشه اگه با مایی، این دیگه یه رویا نیست.